سلام به همراهان همیشگی چنل آشپزی به سبک من. بعد از گذشت 2 هفته اومدم با یه آموزش جذاب دیگه. ویدیوی امروز آموزش هات‌داگ شیرازی هستش که مطمئنم با دیدنش حتما دلتون میکشه. در ابتدا اول پوست قارچامون رو میگیریم و بعد مطابق ویدیو خوردشون میکنیم و بعد قارچ‌ها رو داخل تابه میریزیم و تفتشون میدیم. میتونیم برای اینکه قارچامون سیاه نشن مقداری آب لیموی تازه هم بهشون اضافه کنیم. روی بدنه سوسیس هامون رو با رش‌هایی میزنیم و بعد کاملا سرخشون میکنیم. مهمترین قسمت این هات‌داگ سس مخصوصش هستش که برای آماده کردنش اول خیارشورها رو خرد میکنیم و بهش مایونز و سس فرانسوی، سس تند، نمک، فلفل، آبیشن اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا با هم کاملا یک دست بشن. مطابق ویدیو نون هات‌داگ هامون رو آماده میکنیم. در مرحله اول سس مخصوص، مرحله دوم سوسیس سرخ شده، مرحله سوم چیپس خلالی خرد شده، مرحله چهارم قارچ تفت داده شده و در آخر هم پنیر پیتزا. مطابق ویدیو روی کاغذ روغنی و یا فویل داخل فر 180 درجه به مدت 15 تا 20 دقیقه میذاریم. بعد از پختش بلافاصله بعدش رول میکنیم. ممنون میشم این ویدیو رو حمایت کنید. اینم از هات‌داگ شیرازی که طعمش بی‌نظیره. حتما امتحان کنید، عاشقش میشید.